حافظه، احساسات و تأثیرشون بر مغز. هر تجربه‌ای که در زندگی داری در مغزت به شکل الگوهای عصبی و شیمیایی ذخیره شده. حالا این مهمه که بدونی افکار به علاوه احساسات مساوی میشه با خاطرات. مثلا وقتی اتفاق تلخی برات میفته و هر بار بهش فکر میکنی همون احساس درد، ناراحتی یا ترس رو دوباره تجربه میکنی. این یعنی مغز نمیتونه فرق بین واقعیت بیرونی و واقعیت ذهنی رو تشخیص بده. دکتر دیسپنزا میگه اگر مرتباً احساسات گذشته رو مرور کنی، مغز و بدنت رو روی گذشته نگه میداری. پس تا زمانی که گذشته رو رها نکنی، آینده این برات متفاوت اتفاق نمیفته. اما تو میتونی این چرخه رو بشکنی با تغییر احساساتی که به خاطراتت پیوند دادی. میتونی تأثیر اون رو بر ذهن و بدنت خنثی کنی. با مدیتیشن، تجسم و تفکر و تکرار افکار جدید، نورون‌های قدیمی خاموش میشن و مسیرهای جدیدی براشون ساخته میشه. تو هم میتونی دوباره خلق بشی بدون اینکه اسیر گذشته‌ات باشی.